سلام، وقت همگی بخیر. میخوایم امروز در مورد کالبدها صحبت کنیم، کالبدهای بدن یا سیستم انرژی هایی که حالا ما داشتیم و میخوایم باشون کار کنیم. ببینید، ما میخوایم در مورد کالبدها یا بادی صحبت کنیم. به این منظور باید بگم که بعد فیزیکی ما یا بعد ماورایی ما دو بخشه. بعد فیزیکی ما که همین فیزیکی که الان داریم و بعد ماورایی ما یا بعد متافیزیکی ما متشکل از یک سری کالبدها یا سیستم های انرژی میشه که لایه به لایه هست. ببینید، مثل یه پیاز، ما زمانی که یه پیاز داریم یه دونه پیاز هست، ولی وقتی با چاقو قاچش میکنیم متشکل از لایه های متعدد پیاز هست و میشه گفت پیازهایی داریم. بدن انسان هم به همین صورته. ما 7 لایه یا 7 کالبد انرژی داریم که با 7 جهان انرژی یا 7 سیستم انرژی همسو هست. خب، کالبد اول ما میخوایم حالا اسمشو بذاریم کالبد فیزیکه که با جهان فیزیکیمون یکسان هست و همسو. کالبد دوممون اتری، کالبد اتری یا اسیری که با جهان اسیری یا جهان اتری همسو و هم مسلک و همراه هست. کالبد الی رو ما داریم که با جهان الی همسو و هم حرکت هست. کالبد ذهنیمون هست، کالبد روحی، کالبد آسمانی و کالبد الهیمون. این کالبدهای بدنی ما هست که 7 لایه هست و 7 جهان هم باهاش ست میشه. خب، منظور از 7 جهان چیه؟ زمانی که انسان میمیره توی آسمون که دفن نمیشه، پس طبیعتا توی کره زمین دفن میشه، یعنی تو گل. انسان از خاکی به خاکم برمیگرده. پس کالبد فیزیکی ما با جهان فیزیکیمون ست هست و همینطور کالبدهای دیگه که با جهانهای خودشون ست میشه. ببینید، ما بخوایم از لحاظ فرم و شکل 7 کالبد صحبت داشته باشیم، باید به شما بگم که توی یک انسان معمولی، توی یک انسان عادی، در یک انسان نرمال 7 کالبد و 7 سیستم و 7 انرژی درون هم هست و هر چی بالاتر میریم مادتر میشه. شکل 7 کالبدمون مادتر میشه و سیستم انرژیمون مادتر میشه. ببخشید، موبایل جاش من درست کنم. مادتر میشه. کالبد یک ما به این صورت هست که ما زمانی که انسان میمیره کالبد اسیری یا کالبد اتری توی بالای سر قبر میمونه تا زمانی که استخوان‌های اون شخص، استخوان‌های اون فرد کاملا از بین بره و نابود بشه. این عکس هایی که از روح و جن و حالا این چیزهایی که میبینید از تو کلیسا و مساجد و قبرستونا گرفته میشه مربوط به همون کالبد اتری انسان است که تا زمانی که استخوان انسان از بین بره اون هست. خب، ببینید، دقت کنید، از کالبد روحی یعنی از کالبد 5 به بالا، هر چی بالاتر بریم بدن ماورایی ما تبدیل به یه نور میشه، نورانی میشه و فقط نور دیده میشه. به این صورته که از کالبد اول تا کالبد 4 شبیه هم هست، اینا هم هستیم و حالا جنسیت هم توش مشخص هست، زن و مرد. ولی از کالبد 5 به بالا دقیقاً سیستممون شبیه نور میشه و نورانی میشه. خب، از لحاظ اندازه کالبد یکمون که همینه، همون چیزی که من هستم، شما هستید، دیگران هستن و هرچی از کالبد 5 بالاتر بریم بزرگتر و حجیمتر و مبهمتر میشه. این از لحاظ کالبدیه که ما این موبایل من میپره، عذرخواهی میکنم، نفهمیدم چی شد، کجا رفتم. خب،
این در مورد کالبدها که خدمتتون. خب ماهیت کالبدهامون چیزی نیست که بخواد عوض بشه و اینو به شما بگم که کالبدها 2 به 2 شبیه هم هستن. یعنی کالبد فیزیک با کالبد اسیدی شبیه همه، کالبد ذهنی و کالبد روحی شبیه همه، کالبد آسمانی و الهی شبیه هم، 2 به 2 شبیه هم هستن و هرچی بالاتر بریم ماهیت‌های کالبدامون رقیق‌تر و نورانی‌تر میشه. خب جنسیت هم خدمتتون گفتم در مورد کالبدها. جنسیت از کالبد 1 تا کالبد 4 یعنی تا کالبد روحی جنسیت مشخصه. این جنسیتی که میگم زن و مرد منظور من هست. جنسیت مشخصه و هرچی از کالبد روحی به بالاتر بریم جنسیت دیگه مطرح نیست و کلا شباهت ها بیشتر میشه و تفاوت ها کمتر. جنسیت هم که از بین میره. دقت کنید از کالبد روحی به بالا کلا همه چیز واحد میشه و تک میشه و یگانه میشه. این چیزی که حالا میگن از وقتی انسان میمیره زن و مرد و اینا، نه، از کالبد 5 به بالا کلا ما یکی میشیم و هیچ شباهت هیچ تفاوتی بین ماها نیست و همه چیز یکسانه. و اینم در نظر بگیر هرچی بالاتر بریم صفات مثبت بیشتر میشه و صفات منفی کمتر میشه از لحاظ اخلاقیات. و اینم در نظر بگیر همه کالبدها با هم یکی هستن و در ارتباطن. هر اتفاقی که تو کالبد فیزیکی ما بیفته اثرش تو کالبدهای دیگه هم هست، ارتعاشش تو کالبدهای دیگه هم جواب میده. یعنی اگه دست ما زخم بشه و یه درد اینجا بگیره حالا خون بیاد، ارتعاش و اثرش تو کالبدهای دیگه هم 100% مشهود و دیده میشه. توی فرد نرمال، توی انسان عادی، توی یک انسان معمولی کالبد 7 یعنی آخرین کالبد همه کاره هست، رئیس فرمانده است و بقیه کالبدها زیر دست این رئیس یا فرمانده دارن کار میکنن و به نوعی اصل انسان تو کالبد 7 هست و بقیه همش پوشش. اینم در نظر بگیرید. اینم داشته باشید که همه کالبدها به این صورت روی هم قرار میگیرن، همجور 7 به این صورت روی هم قرار میگیرن. اینم هست. خدمت شما که بگم توی انسانی که حالا تو انرژی داره کار میکنه وقتی خواب میبینه، کالبد دومش یعنی کالبد اسیری یا اتری وارد دنیای حالا خواب میشه و تو این دنیای خواب گشت و گذار میکنه. دیدید تو خواب ما همیشه مثل یک فیلم سینمایی خودمون رو داریم نگاه میکنیم، خودمون رو داریم میبینیم، خودمون رو داریم چک میکنیم و این کالبدی که توی خواب هست کالبد اسیری ما یا کالبد اتری ما هست. البته بعضی وقتا هم کالبدهای ذهنی هم حرکت میکنن که حالا اون تو سیستم های دیگر هیپنوتیزم هست. حالا هرچی هم بالاتر این هیپنوتیزم عمیق‌تر کنیم، خب کالبدها از لحاظ انرژی و قدرت خیلی بیشتر میشن، انرژیشون بیشتر میشه، قدرتشون بیشتر میشه و کنترلی که حالا ما باید روی کالبد داشته باشیم اون برمیگرده به سیستم علوم غریبه. وقتی زمانی که شخصی بخواد یه نفر رو هیپنوتیزم کنه، از طریق هیپنوتیزم بخواد روی کالبد شخص کار کنه و حالا بجز کالبد فیزیک کالبدهای دیگه شو تحت سیطره و کنترل بگیره، برمیگرده به تکنیک‌های خیلی خیلی قوی علوم غریبه که حالا تو متافیزیک هم میشه بهش دسترسی پیدا کرد. نمونه بارزش استاد شادروان کابوک که میتونست به این عمل مهم دست پیدا کنه. شعبان طاووسی ملقب به کابوک که شوربختانه شهید شد، کشته شد به خاطر حالا اون تبحری که در علوم ماورایی و علوم متافیزیک داشت، شهید شد. خدمت شما که عرض کنم بخوایم حالا این مثال بزنیم، استاد طاووسی یا کابوک، من دقیقا خودم یادمه بچه بودم سال 65 نوروز 65 که میخواست 66
ایشون توی تلویزیون اومدن و یه سری سخنرانی گفتن همون موقع گفتن من میتونم در از یک آن مغز و ذهن سیاستمدارهای بزرگ دنیا رو عوض کنم. خب اون زمانم 2 سیاستمدار خیلی بزرگ دنیا درگیر بودن با هم، ایران و آمریکا. ریگان بود و ایران، که خب متاسفانه این حرف باعث شد که کشته بشه، چند ماه بعدش کشته بشه. بعد از اونم که پروفسور ابراهیم میرزایی مبدع سبک کانگ فتوها مجبور شدن از ایران فرار کنن، یه مدتی هم شیراز اومدن. ولی برادر منم به عنوان یکی از شاگرداشون، یادم اون زمان میرفتیم یه جایی بود بیرون شهر، من بچه بودم، ایشون بود، پروفسور میرزایی بود و پروفسور یدالله گودرزی. تحت نظر ایشون کنفو کار میکردن. بعد از اونم که استاد صمد ولیزاده مبدع یوگا در ایران، ایشون هم که ممنوع کار شد. البته اینو دقت کنید، صمد ولیزاده، یه صمد ولیزاده دیگه هم هست که من حالا جدیدن فهمیدم، این پسر جوونه. نه، این صمد ولیزاده که من میگم یه فرد پیر حدود 70 ساله، 75 6 ساله است. خب چون در مورد کالبدها میگفتیم، ببینید در کالبد فیزیکی زمان و مکان مطرحه، ولی در مورد کالبدهای دیگه زمان و مکان مطرح نیست. اینو در نظر بگیرید و اینم داشته باشید که ما اگر بخوایم کالبدها رو بشناسیم، هر کالبدی که بخوایم بشناسیم، کالبد قبلی رو باید کامل بشناسیم که بتونیم کالبد جلوتر، کالبد بالاتر رو درک کنیم و بفهمیم و بشناسیمش. پس برای شناخت یک کالبدهای بعدی رو باید شناخت و دید. خدمت شما که عرض کنم، اون پروسه برون فکنی out of body یا OBE که حالا میگن، برون فکنی یعنی این که خروج از بدن. خب این خروج از بدن، هر کدوم از کالبدها که خارج بشه از بدن بهش میگن OBE یا خروج از بدن. هیچ فرقی هم نمیکنه هر کالبد. ولی خب هر کالبدی که خارج بشه یه نشونه داره. مثلا ما کالبد ذهنیمونه که اگه بخوایم از بدن خارج کنیم یا خارج بشه، تمام خاطرات و تناسخ‌های قبلمون هم به ذهنمون میاد، چون ضمیر ابرآگاه اون باز میشه و تمام خاطرات قبل میاد جلو. اگه بخوایم کالبد علیمون، یعنی اگه بخوایم که نه، حالا اگه کالبد علیمون خارج بشه، یه سری سوالاتی که تو ذهنمون بود، مشغولات علمی که تو ذهنمون بود، حالا مشغولات ذهنی که داشتیم و سریع به پاسخ دست پیدا میکنه، اون کالبد علیه، برای گرفته از علیت. کالبد روحی که بخواد خارج بشه، خب نشونش سیلور کورد هست. سیلور کورد یا طناب انرژی که از بدن ناف به بدن جسد وصل میشه و این طناب، اول اینو یادتون باشه اگر یه زمانی تمرینات برونفکنی داشتید و برونفکنی روحی رو انجام دادید، مطمئن باشید این طناب، این رشته پاره نمیشه، اینو مطمئن باشید. پس به سفر روحی دست بزنید و حالا این طرف اون طرف برید. در سفر روحی و در برونفکنی دید ما مثل دید فیزیکی نیست. این نیست که مثلا ما برونفکنی کنیم بریم مثلا خونه این و اون جاسوسی کنیم یا بخوایم بریم کسی رو ببینیم جاسوسی کنیم. دید دیگه اصلا دید فیزیکی نیست، دید متافیزیکی، دید عرفانی، دید خیلی خیلی خاصه. ولی منوال نیست که بخوایم دیدمون رو برگردونیم و دید فیزیکی داشته باشیم. پس اگه برونفکنی داشتید، بر طبق تمرینات مدیتیشن چه از گروه عرفان متا که ما هستیم گرفته باشید، حالا چه از طریق دیگه بخواین کار کنید، اینو در نظر داشته باشین که ما تو برونفکنی به هیچ عنوان خواسته و امیال انسانی نخواهیم داشت، خود به خود نخواهیم داشت، چون توی بعد دیگه، توی فیزیک دیگه هستیم. اصلا هیچ چیز دیگه مثل عالم فیزیکی ما
مد نظر نیست. این به این صورت. پس اینو در نظر داشته باشید که تو مدیتیشن هاتون اگه به برون فکنی دست پیدا کردن و برون فکنی روحی بود، از ناف جسد به ناف حالا کالبد روحی سیلور کورد یا طناب نقره‌ای وصله. طناب نقره‌ای طناب نیست، یک رشته ارتعاش و انرژی هست که به صورت خاکستری رنگ، حالا سفید رو به خاکستری نورانی هست، در بعضی مواقع هم زرد هست که درونش حالا اگر دقت کنید، اون موقع اگه دقت کنید با دید ماورایی خیلی نکات جالبی تو سیلور کورد میبینید. این فعلا خلاصه ای از 7 کالبد بود. خیلی خلاصه، خیلی مختصر و خیلی مفید گفتم. حالا تو لایف های بعدی اگر بتونم و وقت بشه بیشتر در مورد سیستم های انرژی در هنگام برون فکنی و ماورا توضیح خواهم داد. و ما رو تو کانال عرفان متا همراهی کنید و از آموزش های گروه عرفان متا هم بی بهره نمانید. همیشه سلامت باشید، شاد باشید، دلتون گرم، دمتون هم گرم و خوش باشید. خدا نگهدار.